ساحل آفریقا افتاد تو دریای نجات پیدا کرد. امشب اومدم در مورد حرم خیلی وقتا لوگا رو منبر مردم میپرسن صحبت آقا برای پدر مادرتون کاری میکنید یا ببینید گفتم کسایی که توی مثلا این 40 روز برای باباشون خاطره خوندن دست بلند کنن. خب من اومدم امشب گلای اینجا رو نشون بدم و ببینید چقدر با صفاست. من از این گل ها خیلی خوشم اومد و چشتون بگرده دنبال اینکه یه آدم گرسنه‌ای رو پیدا داشتم میگفتم همیشه اینجا یکی که نهار بیاد دفتر شما تا ببینید با شما غذا بخوره. حرم امام رضاست. ببینین خیلی با شکوه و با منظره. اینا مردمی که اومدن امشب حرم امام یاد بگیره غذا رو خانومش درست کنه یا غذای شب و میخوام که بگم انشالله اینجوری قایم شما بیاین حرم امام رضا و این ویدیو را ببینید و اون پسندیدن بیرنگ را رنگی کنید و دلم میخواد که همیشه در جای پناه باشید و زیر سایه پدر و مادرتان بزرگ شوید. این هم پدر و مادرم، خواهر کوچکم، بزرگترم هم اونجا نشسته است. خداحافظ. لایک کنید.